درود و سلام، خسته نباشید میگم خدمت همه دوستان عزیز. اینجا کانال مالکی هست و من امید مالکی هستم. امروز اومدم خدمتتون با یه ربات جدید، رباتی که شما میتونین از طریق دیدن تبلیغات کسب درآمد دلاری داشته باشین. خب دوستان عزیز، اگر به موضوعات کسب درآمد دلاری با گوشی علاقه دارید، خوشحال میشم همین الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. خب دوستان عزیز، لینک این ربات رو من داخل کانال تلگرام من میذارم، داخل توضیحات همین ویدیو میذارم که میتونید این ربات رو باز کنید و کسب درآمد کنید. خب الان من ربات رو باز میکنم. ربات هم زبان فارسی رو هم داره که شما میتونید با راحتی زبان فارسی رو انتخاب کنید. خب الان من وارد ربات شدم، گزینه شروع رو زدم. شما اینجا میتونین از 3-4 طریق مثلا میتونین کسب درآمد کنین. برای مثال از طریق سایت ها زده، یعنی شما از سایت ها رو بازدید میکنین که الان من روی سایت میزنم. برای مثال یک سایت به من میاره میگه این سایت رو باز کنید. زمانی که این سایت رو باز کردیم به ما یه مقدار ارز ترون میده که بعد شما میتونید اون ارز ترون رو برداشت کنید. خب اینجا روی لینک باز کردن رو که بزنید، بعد اینجا میتونید سایت رو باز کنید و یک تبلیغ ببینید. بعد اگر این تبلیغ برای شما انجام نشد، گزینه پرش رو بزنید، میره تبلیغ بعدی. خب اینجا میگه به کانال ها بپیوندید. اینجا که بزنم الان شما برای مثال الان میبینید که هیچ تبلیغ برای من نداره، همه رو انجام دادم. اینجا برای مثال کانال ها رو میاره که شما عضو کانال میشین، بعد اینجا تایید میزنین، بعد یه مقدار ارز ترون به شما میده. خب الان گزینه برگشت رو من میزنم. بعد این ورتر که میبینید با ربات ها ببینید، اینجا میتونین از طریق ربات ها کسب درآمد کنید. برای مثال الان اینجا میبینید چیزی نیست، ولی اینجا زمانی که شما کلیک کردین، چون الان من همه رو انجام دادم، شما اینجا کلیک میکنید، بعد یه ربات رو بهتون لینکش رو میفرسته، ربات رو باز میکنید، بعد اون پیام، اولین پیامی که ربات به شما میفرسته اون اینجا ارسال میکنید داخل این ربات، بعد بهتون یه مقدار ارز ترون میده. خب من الان اینجا برگشت رو میزنم، میریم سراغ گزینه‌های بعدی. خب اینجا گزینه بیشتر رو میزنم. زمانی که گزینه بیشتر رو زدم، اینجا میتونید برای مثال شما از طریق مشاهده پست ها و حملات توییتر، توییت برای کسب، اینجا میتونید از طریق همه اینا کسب درآمد کنیم که خودتون هم امتحان کنیم اینجا رو. خب گزینه برگشت میزنم، میرم اینجا میتونید اطلاعات خودتون رو ببینید که من برای مثال الان اطلاعات میزنم که اینجا آمارش هم برای مثال نشون میده که مثلا راهنمایی داره. همه رو اینجا میتونید راهنماییشو راجع به این ربات همه اینا رو کلا میتونید اینجا ببینید که اینجا هم که کلیک کنید کانال رسمیش هم هست که اینجا این الان روش کلیک کردم، اینم کانال رسمی خود همین رباته که از نظر برداشتم خیال شما راحت باشه. دوستان عزیز میبینید که این سایت هم داره، میبینید که کل کاربرای این ربات از اول تا الان تقریبا 4,382,000 کاربر فعال بوده. تقریبا میبینید که آخرین 24 ساعت 406 کاربر فعال یعنی جدید اومد به این ربات. خب من الان گزینه بعدی رو میزنم. خب بعد اینجا روی ارجاع میزنید. شما اینجا میتونید دوستان خودتون رو دعوت کنید، از اینجا میتونید درآمد خوبی به دست بیارید. برای مثال گفته شما 20% از درآمد دوستان خود رو از کارها که انجام میدن میتونید دریافت کنید. اینجا روی لینک خودتون کلیک کنید، میتونید کپی کنید بفرستین به دوستان خودتون که میبینید که در حال حاضر من فقط یک دوست فعال دعوت کردم که 20% از درآمد اونها رو دعوت کنید، درآمد شما به خوبی افزایش پیدا میکنه. خب بعد اینجا روی تبلیغ کنید. اینجا میتونید خودتون با درآمدی که داخل ربات کسب کردیم، اینجا میتونید برای مثال یک تبلیغ ثبت کنید. برای مثال اگر کانالی دارین یا سایتی دارین، میتونید داخل این ربات خودتون اینجا تبلیغش کنید که الان من گزینه برگشت میزنم، با این بخش کاری نداریم. خب بخش مهمترین بخشش بخش موجودیه که الان اینجا من بخش موجودی رو کلیک میکنم. اینجا میبینید که موجودی منو زده 32 سنت ارز ترونه. خب دوستان عزیز، شما برای اینکه بخواید برداشت کنید روی باز کردن کیف پول خودتون کلیک کنید. بعد اینجا باید سایت ربات رو باز کنیم که الان من چند لحظه صبر میکنم سایت ربات باز بشه. خب اینجا الان سایت رباته که اینجا موجودی شما رو نشون میده که اینجا میبینید 32 سنت موجودی من نشون میده. برای برداشتم کافی اینجا برداشت رو کلیک کنید که الان من به حداقل برداشتش نرسیدم. دوستان عزیز دقت کنید، حداقل برداشت داخل این ربات 10 ترونه که شما باید حداقل 10 ترون داشته باشین تا بتونین برداشت کنین. خب دوستان عزیز، برداشتش هم انشالله به زودی داخل کانال تلگرام من میذارم. از نظر برداشت خیال شما راحت باشه. دوستان خودتون رو دعوت کنین کسب درآمد کنین. زمانی که شما اینجا خواستین برداشت کنین، بعد این روی این گزینه کلیک کنید، روی گزینه مکس. اینجا میتونه تمام موجودی خودتون انتخاب کنین که الان میبینید من زدم میگم موجودی کافی برای برداشت نداری. حداقل برداشتش هم 10 ترونه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیویی بعد خدایا رو نگهدارتون. سوالی بود داخل کامنت ها میتونید از هم بپرسین.